وقتی حرف از لذیذ بودن یه ساندویچه یعنی که اون ساندویچ یه نون ترد و با کیفیت داشته باشه، مواد وسطش هم همچین آبدار و خوشمزه باشه. پس به خودم گفتم بسپارش به کاپو. یه دونه پیاز و نگینی خورد کنید، تو مقدار روغن تفتش بدید. وقتی بحث از کیفیت و تنوع میشه، کاپو میاد وسط. چیزی که دارم استفاده میکنم سس شکاریه که طعمش بی‌نظیره. اینم کالباس چیکن پاپریکاس، یه بافت و طعم مخصوصی داره که من خیلی خوشم اومد. هر دو تاشو بچه‌ها بعد رنده کنید و بریزید توی ظرف جدا. حالا ادویه ها رو به پیازایی که سرخ شدن اضافه میکنیم، بعد به ترتیب سس و کالباسایی که رنده کرده بودیم. قارچ سرخ شده و فلفل دلمه‌ای رو هم اضافه میکنیم، مقداری هم سس گوجه. همه مواد رو ترکیب میکنیم و میذاریمش کنار. قسمت جذاب ماجرا یعنی استفاده از خمیر هزارلا برای این ساندویچه. بازش میکنیم و موادمون رو میریزیم وسطش. مقداری هم پنیر میریزیم که خیلی طعمش عالی میکنه. من چون 2 تا ساندویچ بزرگ میخواستم درست کنم، از یه خمیر هزارلا دیگه برای روش کمک گرفتم. روی خمیر رو هم رمال میزنیم، زرده تخم مرغ و شیر، کنجد و سیاه دانه توی فر و تمام. نگم که چقدر محشر شد. نوش جون.